بعضی از علمایی که حق میپوشن، بعضی کسا هستن که نام خدا عالم بگیرن، دانسته میگیرن و مردم هم میگن ما بسیار عالم هستیم، مثل علمای یهود. الله متعال میگه که شما سعی کنین که علمای یهود به ذلت گرفتار شدن و شما علمای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال زنا رو نکنید. خب عالمی که حق کتمان کرده از این قسم است، بر علاوه امی شرایط حق قرآن و سنت باید ادا بکنه. پس بیاره اصلاحات بیاره، خود اصلاح بکنه و دیگرها را هم اصلاح بکنه و برشان بگه که برادر، مثل که یک فالبین بودک ای گفت که ما 24,000 نفر کافر ساختیم، خیز تلویزیون توبه کرد. گفتن چرا در تلویزیون توبه میکنید؟ در دبی توبه کرد. گفت چرا توبه میکنید؟ اجازه گفت من خو کافر شده بودم، مثلا قرآن لغت مانده بودم، من می کسایی که پیش من می آمدن اینا رو تعویض میدادم، جادو میکردم، فال میدیدم، یار کلشان ما کافر ساختیم، سر از اینا اعمال کفری را انجام دادیم. پس ما آمدم بر از اینا به خاطر اصلاحشان در تلویزیون اعلان کرد که ما اشتباه کردیم، ما کافر بودم، ما بیدین بودم، این اثر کلمه میخوانم. هر کسی که پیرو ما بود مطابقت از ما میکرد، پس کلمه اثر بخوانم. پس توبه از اونا چی است که اینا پس اثر و کسایی که حق کتمان کردن باید پس برای اصلاح بخیزن، پیش روی کل مردم بگن که او مردم ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما امی گپی که بر شما گفتم نادرست بود، قرآن این قسم نمیگه، سنت این قسم نمیگه. این چی است؟ توبه علمایی که حق پنهان میکنن و بینوا و اصلحوا، اصلاح بکنن و بینوا، این شرط است که باید بیان بکنن حقیقت ها را. بعد از این دیگه شروع بکنن برای مردم حق بیان بکنن. فاولئک، پس اینی گروه مردم، اینی علمایی که حق کتمان کردن، باز اینا اگر این کار کردن که اصلاح کردن، اول توبه کردن، باز اصلاح کردن، باز بیان کردن، فاولئک، پس این گروه مردم هستن که اتوب علیهم، الله میگه من میپذیرم چی را؟ توبه ایشان را. و انا التواب الرحیم، الله متعال میگه که انا التواب، من بسیار پذیرنده توبه هستم، ولو که هر قدر غلطی کردی باز رجوع کن، البته دیگه این غلطی و گمراهی ره. و در پالوی ازی که تواب الرحیم، الله رحیم است. علما میگن وقتی که دو صفت الله یک جای ذکر میکنن، یعنی الله ذاتی هست که توبه بنده های خدا میبخشد، در حالی که بسیار مهربان است بالای شما. از مهربانی بسیاری از اشتباهات تو میگه خیر است اشتباهات کردی، لکن حالا که رجوع کردی الله بسیار خوشحال میشه. اما اگر کسایی که باز نکردن، باز الله متعال میگه ان الذين، اما کسانی که ان الذين، یقینا کسانی که کفر و کافر شدن و ماتوا و فوت کردن و هم کفار، در حالی که اینمی قسم کافر بودن، اولئک، ای گروه مردم، علیهم بالایشان است لعنت الله، لعنت الله و الملائکه و لعنت ملائکه و الناس و لعنت تمامی اجمعین، تمامی مردم، خالدین فیها، همیشه می باشند در این دوزخ، لا یخفف، تخفیف کرده نمیشه یا کم نمیشه، عنهم، از ایشان، العذاب، و عذاب دوزخ، ولا هم ینظرون، و هم بر از اینا باز مهلت داده نمیشه. یعنی خطر چیز آخرت دهی است که در دنیا امتحاناتش اگر یک دفعه چانس خوردی، باز میگی برو چانس 2 دارم، چانس 3 دارم، برو باز به سال میخوام تکرار میکنم، نکست ایر دارم، میدارم. اما در آخرت که است الله متعال میگه ولا هم ینظرون، دیگه باز برشان چانس 2، چانس 3 و نکست ایر دیگه پا نیست. وقتی که خطا خورد، خطا میخوره از پیشت.